بیایید با یه سوال 100 میلیارد تومانی شروع کنیم. فرض کنید من 2 تا جعبه میذارم جلوی شما و قرار شما یکیشو انتخاب کنید. جعبه اول توش 10 میلیون تومان پول نقده. احتمالش چقدر انتخابش کنید؟ 50-50. یعنی 50% ممکنه ببری، 50% ممکنه هیچی نبری. جعبه دوم توش 100 میلیارد تومان پول نقد هست، اما احتمالش چقدره؟ 1 در 10 میلیون. شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ قلبتون داره تونتون میزنه نه؟ اون 100 میلیارد تومنه داره چشمک میزنه و قلقلکمون میده. شما با خودتون میگید 1% فکر کن بشه، اگه بشه زندگیم از این رو به اون رو میشه و اکثر مردم جعبه دوم رو انتخاب میکنن. اما تبریک میگم، شما همین الان قربانی یکی از احمقانه ترین خطاهای مغز شدید. دوستان سلام مجدد به کانال من، خوش اومدید. امروز میخوام از روی کتاب هنر شفاف اندیشیدن فصلی رو بررسی کنیم که توضیح میده چرا ما ایرانی ها عاشق ریسک های عجیب و غریبیم. چرا حاضریم کل سرمایه زندگیمون رو بدیم پای یک ارز دیجیتال که قرار 1000 برابر بشه ولی صفر میشه، اما حاضر نیستیم پولمون رو بذاریم جایی که سالی 20% سود قطعی و منطقی میده. موضوع امروز نادیده گرفتن احتمالاته. میخوایم بفهمیم چرا مغز ما صفرهای جلوی پول رو میبینه ولی درصد شانس رو نمیبینه و چطور همین باگ کوچیک باعث ورشکستگی میلیون ها نفر شده. اگه میخواید یاد بگیرید چطور مثل یه ریاضیدان خونسرد پول در بیارید و مثل یه قمارباز بازنده نباشید، این نریشن رو از دست ندید. دوبلی برای اینکه نشون بده ما چقدر تو درک احتمالات کودن هستیم، یه آزمایش عجیب رو تعریف میکنه. سال 1972 دانشمندان یه گروه رو جمع کردن دور هم و گفتن قراره به شما شوک الکتریکی بدیم. دردناکه ولی درد نمیکشید. به گروه اول گفتن احتمال اینکه شوک بخورید 50%. به گروه دوم گفتن احتمال اینکه شوک بخورید 20%. به گروه سوم گفتن احتمال اینکه شوک بخورید 1%. نتیجه چی بود؟ منطقا گروه سوم باید خیلی ریلکس باشن، نه چون 1% احتمال داشت بهشون ضربه بخوره. اما نتیجه فاجعه بود. میزان استرس، تپش قلب و عرق کردن هر سه گروه دقیقاً برابر هم بود. یعنی چی؟ یعنی مغز ما اصلا نمیفهمه 50% یا 1% چه فرقی با هم دارن. مغز ما فقط یه چیز رو میفهمه، شوک درد داره، باید فرار کنن. ما به بزرگی واقعه واکنش نشون میدیم، نه به احتمال وقوعش. وقتی پای یه اتفاق مهم مثل همین مثال شوک یا مثال 100 میلیارد تومان وسط باشه، بخش منطقی مغز ما دکمه آف رو میزنه. ما تبدیل میشیم به موجوداتی که صفر و یکی فکر میکنن. یا یه چیزی هست یا یه چیزی نیست، یا اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته. دیگه کاری نداریم که احتمالش چقدره. واسه همینه که شما از احتمال 1% سقوط هواپیما وحشت دارید ولی از احتمال 30% تصادف با پراید نمیترسید، چون سقوط هواپیما دراماتیک تره. حالا بیایم بریم سراغ داستان پول. چرا لاتاری یا قرعه کشی های بانک انقدر محبوبه؟ شانس برنده شدن تو لاتاری معروف آمریکا تقریبا 1/175 میلیونه. میدونید این یعنی چی؟ یعنی احتمال اینکه شما برید بیرون و رعد و برق بخوره تو سرتون خیلی بیشتر از اینه که تو لاتاری برنده بشید. اما مردم میرن بلیت شانس و لاتاری میخرن. چرا؟ چون اونا عدد 175 میلیون رو نمیبینن، اونا اون عدد گندی روی چک رو میبینن، 500 میلیون دلار. دوبلی میگه ما مجذوب بزرگی جایزه میشیم و احتمال رو نادیده میگیریم. این همون دلیلیه که باعث میشه شما برید سراغ شت کوین ها. شما میرید تو بازار ارز دیجیتال. بیت کوین هست که معتبره ولی گرونه. یه ارزی هم هست به نام بیبی دوج کوین ایلان ماسک که قیمتش 0.00000 هزار تا صفر و $1. شما دومی رو میخرید. چرا؟ چون با خودتون میگید اگه این 1 تومن بشه من مولتی میلیاردر میشم. شما دارید روی رویای میلیاردر شدن قمار میکنید، در حالی که احتمال صفر شدن اون 99.9%. این دقیقاً عنوان ویدیو امروزه. چرا فوراً سراغ ریسکای میلیاردی میریم؟ چون مغز ما توانایی محاسبه ریسک رو نداره، فقط توانایی رویا پردازی اونو داره. ما حاضریم یه ریسک احمقانه بکنیم برای یک سود رویایی تا اینکه یک ریسک معقول بکنیم برای یک سود منطقی و معمولی.
این قضیه تو بیزینس هم بیداد میکنه. چند نفر رو میشناسید که کارمندی رو ول کردن، خونه‌شون رو فروختن تا یه استارتاپ بزنن و مارک زاکربرگ بعدی بشن. ما توی اخبار فقط موفقا رو میبینیم، دیجیکالا رو میبینیم، اسنپ رو میبینیم، اما اون 10,000 تا استارتاپی که نابود شدن و صاحب باشه بیکار شدن و بدهکار شدن که نمیبینیم. مغز ما میگه فلانی تونست پس منم میتونم. اینجا بازم داریم احتمالات رو نادیده میگیریم. احتمال موفقیت یه استارتاپ زیر 10%. احتمال یونیکورن شدن یعنی میلیاردی شدن زیر 0.1%. نمیگم ریسک نکنید، کارآفرینی عالیه، اما کسی که شفاف فکر میکنه خونش رو نمیفروشه که بزنه به کاری که 99% احتمال شکست داره. اون کسی که این کارو میکنه شجاع نیست، ناآگاهه. دوبلی یه مسئله قشنگ میزنه. اگه بهتون بگن یه بازی هست که اگه ببرید 10 میلیارد میگیرید ولی اگه ببازید باید کشته بشید و شانس برد شما 99%، آیا بازی میکنید؟ اکثر ما میگیم نه، چون اون 1% مرگ خیلی سنگینه. پس چرا تو زندگی واقعی تمام سرمایه و جوونیمون رو میذاریم پای قمارهایی که شانس باختمون 60-50؟ و حرف آخر دوستان، زندگی هالیوود نیست. تو فیلم ها همیشه اون قهرمانی که 1% شانس داشت برنده میشه، ولی تو دنیای واقعی معمولا اون کسی برنده میشه که روی گزینه‌های با احتمال بالا شرط بسته. دنبال ریسکای میلیاردی نرید مگر اینکه هزینه‌های باختشون براتون ناچیز باشه. آهسته و پیوسته رفتن کسل کننده است. داستان جذابی نداره. هیچ کس براتون دست نمیزنه ولی تهش به موفقیت میرسید. حالا نوبت شماست. توی کامنت ها صادقانه اعتراف کنید. تا حالا شده یه پولی رو بدید پای یه چیزی که فقط به امید این که یهو بهتره کنه و همش رو از دست داده باشید، مثل یک شیت کوینی، رمز ارزی؟ اگه ویدیو باعث شد یکم منطقی تر به جیبتون نگاه کنید، لایک کنید. برای اون دوستی هم که همش دنبال یه شب پولدار شدنه بفرستید تا نجاتش بدید. تا تحلیل بعدی احتمالات رو جدی بگیرید. مخلصیم.